رضا دختره چی بود به من پیشنهاد دادی؟ 120 کیلوه داداش، 3 تا پیتزا خورده. رضا به این پول کم دارم، داری 2 تومن بزنی؟ چرا چرت میگی نداری؟ با مهسا جوجو پیج که خودم تو این اینستاگرام هر روز میگی 10 میلیون بهت میدم، عکس پاتو بفرست. 2 تومن نداری واسه من بزنی؟ ماما میشه بابا بگی دیگه به من صبح پیام نده؟ بابا صبح به صبح پیام میده پرنسس کوچولوی من چطوره؟ من بعد عمر یه گوشواره انداختم، شبا تو کاباره که نمیرقصم. نه بابا اصلا حالم خراب، حالم خرابه محمد. دختره بود 2 سال باش رفیق بودم، فهمیدم پسره. آره گفتم چرا بهم نگفتی؟ گفت خجالت میکشیدم این چند وقت. محمد گفتم مخ امیل فرو زدم، این مامان رضا داداش، نمیدونم چجوری به رضا بگم. دخترم میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم. اصلا اینجوری نیست محمد. میگم دختره گفته واسه روز دختر واسه کادو ماشین بخر. خب نداره داداش، من مادر بزرگم 7 سال پیش خدا بیامرز مرده، تو باغچه خاکش کردیم یارانش قد نشه. من این دختره میگه واسه ولنتین واسه من آیفون 16 بخر. چرا نداره داداش؟ من 2 ماه پیش شورتم پاره شده، 2 ماه شورت پام نیست، سوزه برف میاد میره تو. بابا شاپی زیپمو دادم بالا، این گیر کرد، نمیشه دردی من کشیدم.